کار صحبت شد. تو اخیراً در آخرین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم شرکت داشتند از ایشون سوالی کردی. اجازه بده چون بحث کار و فعالیت و اجتماع شد و جامعه ببینیم که تو چه سوالی از آقای احمدی نژاد کردی. Thank you so very much, Mr. Ahmadinejad. My name is Lina Ruzbe. I'm with Voice of America Afghanistan Service. Today in your speech, you preached goodness and cooperation among nations. How do you explain the ill treatment of Afghan refugees for the past 3 decades in Afghanistan, who come from a country who speak the same language as you, who have the same religion as you, and yet they've been treated like aliens for decades, and they have a generation who are born in Iran, they are raised in Iran, they speak the language, they lost their identity, they are Iranian, and yet they are prevented from going to school, and the most basic human rights, such as buying houses, sending their children to school, opening business, has been denied. And you constantly threaten the Afghan government by sending these refugees back. لینا جان چی گفتی؟ خب طوری که شما گفتین برای گزارش دادن از مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته بودم و فرصت شرکت در کنفرانس مطبوعاتی آقای احمدی نژاد برای من دست داد. البته آقای احمدی نژاد قبل از این کنفرانس سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کرده بود. سوال من از ایشان در مورد سخنرانیشان بود. سخنرانی آقای احمدی نژاد حدود 4 یا 5 صفحه طولانی بود در مورد همکاری، در مورد روابط حسنه با کشورها، در موردی که با برگرفته آیات از قرآن و در مورد پیامبران که چطور باید مهربان باشیم، چطور باید عادل باشیم. و من سوال از ایشانی بود که شما که در حدود 15 دقیقه قبل در مجمع عمومی ملل متحد از عدالت، همکاری، برابری و برادری ملت‌ها صحبت کردین، چطور سوء رفتار با مهاجرین افغانی که در کشور شما زندگی میکنن که عین مذهب شما را دارن، همزبان شما هستن، توجیه میکنین؟ و این در حال است که وادم به همه آشکار است که افغان‌ها یک نسلی دارن که در طول 30 سال گذشته در ایران به دنیا آمده، در ایران بزرگ شده و اینا به شکل کل هویت افغانیت خود تا اندازه دارن، اما زیادتر با عادات و اخلاق ایرانی ها عادت کردن و اینا هنوز هم با همون چشم یک مهاجر غیرقانونی دیده میشن. و حتی اشاره کردی به این که این نکته خیلی قشنگی بود در سوال تو که بچه‌ای هستن اونجا به دنیا اومدن و اونها ایرانی هستن. یعنی تو به عنوان افغان اعتقاد داری که اونها ایرانی هستن که اونجا به دنیا اومدن؟ من فکر میکنم افغان هستن، اما باید من حیث یک ایرانی یک حقوق داشته باشن. مثلا شما اگه در کشورهای غربی ببینین این نسلی فرق نمیکنه چه از ایران چه از افغانستان، طفلایی که در کشور به دنیا میان از بعد و تولد اینا از شفاخانه یا بیمارستان اینا سند سیتیزنشیپ کشور داره، تمام حقوقی هم که در اون کشور و از تمام حقوق مثل یک بچه‌ای که پدر مادرش مال اون کشوره از تمام اون مثل نسلی که سالهای زیاد اینجا زاده شده. من خودم یک طفل دارم و در حال حاضر سیتیزن است و از تمام این حقوق برخوردار است، در حالی که ایران به این نسل افغان هیچ گونه توجهی نکرده و بی‌عدالتی در مورد اونها. حالا بذار ببینیم که آقای احمدی نژاد چه پاسخی به سوال تو داده. بله می‌بینیم. متشکرم. میگن مهمان اومد انقدر مون تا صابخونه شد. ما 2.5 میلیون از هموطنای این خانم 30 سال در کشور ما در کمال دوستی و برادری دارن زندگی میکنند، به طور کامل تحت حمایت دولت ایران هستند. البته هستن یه عده قلیلی که به طور غیرقانونی از مرزها عبور میکنند، تخلفاتی انجام میدن. طبیعی است که دولت ایران برای صیانت از 2.5 میلیون نفر عزیزان افغانی باید با اون متخلفین اندک برخورد بکنه. من تعجب میکنم سخنان رسمی مسئولین کشور افغانستان و شخصیت‌های آزاد افغانستان 180 درجه با صحبت‌های این خانم که برای آمریکا کار میکنند متفاوته. همه اونها دائما از خدماتی که دولت ایران به هموطنان ایشون یعنی به عزیزان افغانی ارائه میده دائما تشکر میکنن، بیانیه میدن در مصاحبه ها، در ملاقات ها، در اظهار نظرها
و جالبه بدونید این 2.5 میلیون نفر با مردم ما مثل هموطن و دوست در حال زندگی کردنن و هیچ کدومشون اعتراضی ندارن. اما میبینیم بله این صحبتایی که آقای احمدی نژاد میکنه بعضیاشو به نظر من در سالهای آینده حتما در کتاب‌ها گنجانده خواهد شد. ولی لینا خانم از این سوال دارم که وقتی گفتش که مهمان اومد در خانه انقدر مون تا صابخانه شد، چه احساسی به دست داد اون لحظه؟ حالا جوابی که داره بعدا میتونه جوابشو بده، ولی اون لحظه که یک همچین جوابی رئیس جمهور یک کشور، شما خیلی صادقانه سوالتون رو مطرح میکنید و این با این طرز برخورد جواب شما میده، اونجا چه احساسی به دست داد؟ برای من شخصا بسیار جالب بود. من انتظار یک جواب بسیار تعادل‌آمیز بگویم داشتم، به خاطری که کشور ایران با کشور افغانستان روابط حسنه و دارن با رؤسای جمهوری دو کشور و من فکر میکردم آقای احمدی نژاد جوابی خواهد داد که مقبول ذوق حکومت افغانستان حداقل واقع شود. و وقتی که ایشان گفتن که مهمان آمد و صاحبخانه شد، من بسیار تعجب کردم از تحلیل سطحی که یک رئیس جمهور یک کشور در مورد 2 میلیون مهاجر افغان در کشوری که 65 میلیون جمعیت اوست داره. یعنی فکر نمی‌کنم به هیچ شکل 2 میلیون افغان بتونن که صاحبخانه شوند و جایگزین 65 میلیون جمعیت یک کشور گردن، که برای من بسیار سطحی بودن تحلیل آقای احمدی نژاد از موضوع نشان